برای آخرین بار میخوام بهتون یاد بدم که از پینترست چجوری باید ایده بگیرین. این استایل رو انتخاب کردم که بزنمش. معمولا وقتی از یه آوتفیتی تو پینترست خوشتون میاد، شما صرفا جذب اون آیتم یا اون رنگ یا اینا نشدین. معمولا اون شیپ لباسه که جذبتون میکنه. الان بهتون توضیح میدم قشنگ. سعی کردم نزدیکترین آیتما رو بهش پیدا کنم، ولی انتخابم بر اساس رنگشون نبود، بر اساس مدلی بود که روی بدن من وای میستن. الان بیس آوتفیت رو پوشیدم و نیاز به اوورکوت و بقیه اکسسوریا داریم. نمیدونم خوشگل میشه اصلا یا نه. من کت رنگ روشن نداشتم، از طرفی هم دوست داشتم که تیره نگه دارم آوتفیتمو، پس از این اوورکوت استفاده کردم. به خاطر اینکه پالت رنگیم تکمیل بشه از این نیو بالانس استفاده میکنم که سفید و آبی داره. یس. خودش ماهاشو بالا بسته، ولی من معمولا اینجور مواقع یا از کلاه استفاده میکنم یا از عینک، شاید هم هر تاش. برای اینکه استایلم از این راحتی خارج نشه یه دونه کراس بگم میندازم. تمام. به خاطر اینکه یقه های من مثل هم نیست ولی یقه های اون مثل همه، احتمالا لوک تمیزتری نسبت به من داره، ولی خب من چون ندارم چاره دیگه ای ندارم. از همینجوریش هم خوشگل شد به نظرم. من که خیلی خوشم اومد. شما نظرتون چیه؟